بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي قال في كتابه وقل رب زدني علما، والصلاة والسلام على رسوله قال في ختابه من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البته از روی این خطبه‌ای که الحال به سمع شما رسانیدم معلوم می شود که موضوعی که امروز به سمع شما می رسانم دوام موضوع جمعه پیشین است که یک پارچه او را به سمع شما رسانیدم که این فضیلت علم و فضیلت علما می باشد. پیش از آنی که در اطراف این موضوع با شما صحبت کنم، طبق عادتهای پیشینه یک جایه با همراهی شما در این ساعتهای قبول دعا دست به سوی پروردگار می برداریم و از خدای خود آن مرادها و مطلوبهایی که داریم آرزو میکنیم، طلب میکنیم. شاید که پروردگار آن مرادها و مطلوبهای ما و شما را حاصل بگرداند. اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا و کره الینا الفسق والفسوق والعصیان والکفر وجعلنا من الراشدین. پروردگارا، چه نعمتی بزرگ است این ایمان، این باوری به سوی ذات تو. خدای مهربان، ایمان ما را در دلهای ما محبوب بگردان و نگه بدار و محبت خودت را، قرآنت را، حبیبت را، اسلامت را، مساجدت را و تمام مسلمان های روی دنیا را در دل ما جایگیر بگردان. و خدای مهربان، بت بگردان در دلهای ما محبت کفر را و اعمال کفر را و اعمال فسق را. و خدای مهربان ما را از جمله رستگاران بگردان. اللهم احینا مسلمین و توفنا مسلمین. خدایا، ما را زنده بدار در حالتی که مسلمان باشیم و ما را بمیران در حالتی که مسلمان باشیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خدایا، حقیقت را در چشم ما حقیقت نشان بده و باطل را در چشم ما باطل نشان بده و ما را به کردن عملهای باطله باز بدار. خدایا، گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهای این جمعیت ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان بگردان. و خدایا این جمهوری تاجیکستان آباد بگردان. صلح و یگانگی و وحدت و عدل انصاف خدایا در تاجیکستان ما برقرار و بردوام نگه بدار. و رهبر دولت را هم خدای مهربان عمرش را دراز و توفیقش را رفیق و از جمیع
از جمیع گزندها پروردگارا نگهش بدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الحال یک مهمان همراه ما بود که از خیلی راه دور قریب از 300 کیلومتر برای زیارت ما و شما آمده است و از ما یک تکلیف کردن که ما همین روز در موضوع توبه از گناه را به شما صحبت کنم و این چنین زیان عرق خوردن را برای شما صحبت کنم. ما که تکلیف این برادر را قبول کردیم، انشاءالله برای یک موضوع توبه یا موضوع زیان عرق را صحبت کردن برای ما حتی یک هفته هم کمی میکند که ما برای این باید تیار شویم، باید به کتابها مراجعت کنیم، معنای تفسیرهای معنای آیه های قرآن را در تفسیرها بجوییم و معنای احادیث ها را نظر کنیم، بعدا به سمع شما او را برسانیم. لیکن انشاءالله ما بعد این موضوعمان یا بعد 2 جمعه انشاءالله از پای این موضوع هایی که خیلی از ما تکلیف کردن از پای اینها می شویم و به سمع همه شما چی این تکلیف این برادر انشاءالله می رسانم. زیرا وی می گوید در ما یک دامالله هست که حتی مدرسه تمام کردن و از رمضان این جانب بعض برادرها از روی کسیت عرق نوشیدن بس کردن، زنا را بس کردن، امروز مسجدی شدن. داملا پیشوای ما اونها را طعنه میزند که تا دیروز در کجا خواب بودین که بر وقت می آمدین. البته این طعنه ها و این سخن ها دل چندین نفرهایی که از یک سن سال معینی به مسجد می آیند می شکند و اونها را از مسجد دور می گرداند. البته هر کی نباشد، چی داملا باشد چی غیر داملا باشد، دل بندگان خدا را آزار ندهیم. خداوند توبه اونها را قبول کرده است. اونا زمانی که به مسجد قدم زدن الک خداوند گناه اونها را بخشیدگی است. بخشیدن تو تماما لازم نیست. عزیزان ما و شما میگوید ای موی سفید کرده نام سیاه، یک چند گریخته ایزی درگاه خدا. ای انسانی که موی سری تو مثل پختواری سفید شد، تا حال تو خدای خودت نشناختی، تا حال تو در پهلوی برادر در مسجد اشتراک نداری، تا حال تو از عرق نوشی و زناکاری باز نایستادی، از درگاه پروردگارت قریب 40 سال و 50 سال شد میگریزی. عزیزان ما و شما میگوید خداوند چی میگوید؟ حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده بیا عذر بخواه. بنده من ناامید نشو، اگر چند تو گناهگار هستی، این گناهایی که تو کردی اینا از روی جهل بود، از روی نافهمی بود. امروز که تو فهمیدی، امروز که ترس خدا در دل تو در آمد، من تو را همچون بنده صالح قبول کردم، تو بنده من هستی. برای همین از تمام شما برادرای عزیز، کسانی که صحبت ما را میشنوند، انشاءالله ما در باب توبه صحبت بکنیم. برادراتان ناامید نکنیم. اگر در 50 سالگی هم که آمده باشد، خداوند تمامی آن سیئات، تمامی آن گناهایی که تا امروز کرده بود همش به حسنات مبدل گردانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. در سوره طه خداوند بر حبیب خود محمد صلی الله علیه و سلم فرمان داد
فرمان صادر کرد: قل رب زدنی علما. محمد صلی الله علیه و سلم، از پروردگارت علم زیاد را طلب کن. نصفی میگوید در تفسیرش: بر پیغمبر خداوند زیاد بودن مال را فرمان نداد که از من مالی زیاد طلب کن. با پیغمبرش فرمان نداد که از من فرزند بسیار طلب کن، از من خانه های زیاد طلب کن، از من مرکب های زیاد طلب کن، بلکه خداوند با پیغمبرش فقط امر کرد که از من علم زیاد را طلب کن. و رسول اکرم بعد آمدن این خطاب پروردگارش دستش برداشت و گفت: اللهم زدنی علما والحمد لله علی کل حال. ای پروردگارا، من تو را در همه حالت شکرانه میکنم، چه در حالت تندرستی باشم، چه در حالت بیماری باشم، چه در حالت دارایی باشم، چه در حالت کمبغلی باشم، من شکرانه ذات تو را میکنم. ولکن اللهم زدنی علما، خدایا علم مرا زیاد بگردان. رسول اکرم از پروردگارش علم زیاد طلب کرد. این دستور می شود برای ما و شما که ما که امتان حبیب خدا هستیم باید علم را از پروردگارمان دعا کنیم که خداوند بر ما علم نافع نصیب بگرداند، علم دنیوی دهد، علم اخروی دهد، تا که در دنیا هم عزیز باشیم، در آخرت هم عزیز باشیم، مهربان باشیم، صاحب احترام باشیم. در سوره نمل خداوند خبر می‌دهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا داوود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنین. خداوند میگوید وقتی من حضرت داوود و حضرت سلیمان علم دادم، علم حلال و حرام دادم، علم شریعت دادم، علم قضاوت دادم، علم داوری دادم، علم زبان پرنده ها را دادم، علم آب کردن آب را اینها وقتی که دادم، اینها چی گفتند؟ وقال الحمد لله الذی، ای پروردگار هزارها شکر بسوی تو که فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، به سبب این علمی داشتم من از تمام دیگر بنده ها فرق کننده شدم. به سبب این علمی که مرا دادی من در نزد مردم احترام زیاد پیدا کردم و از مردم فرق کننده شدم، از جاهل از نادان من فرق کننده شدم. حضرت داوود و حضرت سلیمان به سبب گرفتن علم از پروردگارشان شکرانه کردند که هزارها شکر که خدایا مرا جاهل نگردانیدی، مرا نادان نگردانیدی، مرا بی سواد و بی دانش نگردانیدی. هزارها شکر که تو مرا زبان این پرنده ها را دادی، زبان آموختن دادی، آب کردن آهن را دادی، علم شریعت و علم حلال و حرام دادی. با علم داشتن پیغمبرهای خدا شکرانه به سوی پروردگار میکنند. باید ما و شما هم برای علم گرفتن دعا کنیم و با داشتگی علم هان به سوی پروردگار شکرانه کنیم، زیرا که آدم عالم از آدم جاهل بین آسمان و زمین فرق کننده است. خدا در قرآن میگوید: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سوره مجادله است. خدا میگوید که من میبردارم درجات و احترام آن کسانی را که ایمان آوردند و بعد ایمان علم آموختند. کسانی که ایمان به درگاه من آوردند، بر وجود من باوری کردند، بر قدرت من تسلیم شدند، بازم این که علم دارند، علم آموختند، دانش دارند، اینها را من در بین مردم درجات خاصه ای دادم. 60 ساله اسب دوان
عزیز خدا میگوید 60 سال یک اسب دوان میدود، شب و روز چند هزار کیلومتر طی میکند. بین آدم عالم و بین آدم بیدانش ان همون مقدار فرق است. خدا با واسطه علم درجات ما و شما را بلند میسازد. باز پروردگار میگوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای محمد صلی الله علیه و سلم به تمام امتانت خبر بده، آن کسانی که علم آموختند، آن کسانی که مدرسه ها را تمام کردند، آن کسانی که دانشکده های عالی را خواندند، آیا با آن کسانی که مدرسه نخواندند، با آن کسانی که دانشکده های عالی را نخواندند بی سواد ماندند، آیا در منزلت و در قدر برابرند؟ لا، گفت نه، برابر نیستند. بلکه آدمان عالم و آدمان صاحب علم و طالب علم از آدم بیدانش و از آدم جاهل فرق کننده است. زدانش بود مرد را افتخار. عزیز خدا میگوید زدانش مرد را بود افتخار، نباشد چو بیدانشی هیچ عار. مرد از حساب دانش افتخار می‌یابد، از حساب دانش، از حساب علم بلند مرتبه می شود، محبوب مردم می شود، مردم وی احترام میکنند. به سبب چی؟ به سبب علم دارد. وی مهنت کرده است، وی کوشش کرده است. پدر و مادر او برای تعلیم دادن فرزندش زحمت ها کشیده است. این فرزند صاحب دانش که کرده است، این فرزند در بین تمام مردم دیگر بی سوادها فرق کننده است، افتخار دارد. نباشد چو بیدانشی هیچ عار. شاعر میگه در ما و شما یک کلمه هست که میگیم بسیار بیعار است. بیعار به معنای بسیار بیناموس است. میگه بیدانشی این خودش بیناموسی است. بیدانشی این یک منزلت پست انسان نشان میدهد. وقتی آدم بیدانش میماند، بی علم میماند، کوشش ندارد برای خواندن، بیعار است. میگوید خدا گفت بیدانشان را مثل. شاعر میگوید چی مثل خوب خدا گفته است، چی مثل زده است، چی مثال آورده است خدا. خدا گفت بیدانشان را مثل. هو کالانعام بل هم ازل. چی یک سخن قبیح گفتن آدم بیدانش خداوند مثل زد. چی مثل زد؟ هو کالانعام بل هم ازل. بیدانش گفت مثل چارپاست. کالانعام است، مثل چارپاست، مثل حیوان است. بل هم ازل، بلکه گفت از چارپا هم پست است. آدم بیدانش از چارپا هم دیده چی بوده است؟ پستر بوده است. برای وی دانش ندارد. بینید بیدانش هم استفاده میبرند، حیوان هم استفاده میبرند. چنین گفت آن دانای شیرین مقال. چنین گفت آن دانای شیرین مقال که بیدانش انسان نیابد کمال. عزیزان ما و شما چه تربیه خوبی کردن، چه پند و نصیحت بهترین برای ما و شما خبر دادن تا که ما و شما بیدانش نشویم، تا که ما و شما بی سواد نمانیم. گفتن اگر کمال میخواهی، آبرو میخواهی، احترام میخواهی که در حق تمام جمعیت دعا کنند، دانش آموز، با دانش شو، با علم شو، تا که تو از زمره آن کسانی شوی که دانا باشی، با علم باشی، تا که در دینت و در جمعیتت فایده آور باشی. افلاطون
چی میگوید؟ گفت افلاطون دانا وقتی مردن، افلاطون که در زمان خودش یکی از باسوادها و عالمهای زمان خودش بود، گفت افلاطون دانا وقتی مردن، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. هزارها حیف که آدم عالم میبرد، هزارها حیف که آدم با علم از دنیا میگذرد، لیکن افسوس که آدم بی علم زندگی میکند. یعنی برای آدم بی علم حتی افلاطون گفت که حیات درست نیست زندگیش. آدمی که علم نداشته باشد، آدم دانش نداشته باشد، حتی زندگیش غلط است گفت. تصور کنید ما و شما از خدا زمانی میترسیم. خدا در قرآن میگوید انما یخشی الله من عباده العلماء. از خدا کیها میترسند؟ کسانی که علم دارند، کسانی که عالم هستند، اونها از خدا میترسند. در اصل علم نباشد، فهمیش نباشد، از کجا خدا را میشناسی؟ اگر از خدا هم بترسی مثل عالم ها نمیترسی، مثل دانشمند ها نمیترسی. پیغمبر خدا میگوید من خرج فی طلب العلم كان فی سبیل الله حتی یرجع. هر کسی که اگر از برای طلب کردن علم بیرون از خانه می شود، صنف 10 تمام کردیم، صنف 11 را تمام کردیم، و دعای نیکی پدر و مادر از خانه بیرون می شویم. به مقصد چی؟ به مقصد که پدر من می روم در مدرسه های اسلامی تعلیم می گیرم، حفظ قرآن می کنم، حفظ احادیث پیغمبر را می کنم، یا با دعای نیکی پدر و مادر از خانه بیرون می شوی. کجا می روی؟ اونیورسیتت می روم. کجا می روی؟ دانشکده های عالی می روم، تکنیکوم ها می روم، میدینستود می روم، برای خواندن، برای علم آموختن، برای در مردم مسلمان خدمت کردن. چی یک فضیلت کلانی هست. پیغمبر میگوید کان فی سبیل الله حتی یرجع. ببین 5 سال مدرسه را تو میخوانی، 5 سال تو دانشکده های عالی که نام گرفتم اونها را تو میخوانی، کان فی سبیل الله. پیغمبر گفت تو تصور کن که تو جهاد در راه خدا کرده ایستاده ای، تو در راه پروردگارت هستی. حتی یرجع، تا وقتی که دیپلم در دستت میدهند و با تو دعای نیک از او جانب میشود و میگوید رو به مردمت خدمت کن. تا 5 سال تو در راه پروردگار بودی، تو در راه خدا بودی. چی نیکبخت است آن پدر و آن مادر وقتی فرزند خدا تربیه خوب میکند و بعد انجام دادن مکتب با همراهی او رهسپار می شود برای داخل شدن در کدام چی علمهای اسلامی باشد، چی علمهای دنیوی باشد. دست فرزند می گیرد برای که این جامعه را آباد کند، این تاجیکستان را باز با شکوه گرداند، باز با آبرو گرداند، باز در اینجا یک متخصص نو پیدا شود. برای این وقتی که با فرزند خود از خانه بیرون می شود خوش به حال شد، که این وظیفه هر یک پدر و مادر است. سعدی بزرگوار میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این پرورده، این نعمتت که در خانه خدا دادد، این چی نعمت قیمت است. این وقت خدا که بی درد، بی غش و بی غیل وقتی که بوایک رسانید، بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج.
اگر مثل قارون اگر تو دولت داشته باشی، مال داشته باشی، فرزندت برده در یک مکتب بخوانان، فرزندت برده کسب آموزان، فرزندت متخصص بگردان. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. حدیث صحیح پیغمبر. من سلک طریقا یلتمس فیه علما، پیغمبر گفتند سلکه معنای پیمودن راست. کدام شخصی که راه را می پیماید، یعنی قدم میزند، به کدام طرف قدم میزند. طریقا یلتمس فیه علما، یلتمس به معنای طلب کردن است، به معنای است که از خانه میبرایم به مقصدی که این قدمهای من برای طلب کردن علم رفته ایستاده است. کدام شخصی که پیغمبر میگوید از خانه راه طلب علم را پیشه میکند، سهل الله له به طریقا الی الجنه. سهل به معنای که آسان میگرداند پروردگار برای این جوانی که این مقصد را در ذهن خود جا کرده است، راه جنت را برای این جوان خدا آسان میگرداند. کلام شما اگر راه طلب کردن علم را پیشه کردین و به خود مقصد گذاشتین که من بار از زبان داملا شنیدم که باید که بعد صنف 10 یا 11 باید من رفته در یک دانشکده عالی یا در یک مدرسه اسلامی باید تعلیم گیرم. وقتی این سخن را در مینه خود در ذهن خود تو جا کردی و این سخن برای تو شعار شد و تو راه علم برای خود پیشه کردی، رسول الله میگوید ای جوان آگاه باش که راه جنت خدا برای تو آسان گردانی. این راه تو راه جنت است، زیرا آدم با علم همه وقت ثوابکار می شود. آدم با علم خیلی با انصاف می شود. اگر در بین اینها کمی اگر آدمهای علمی به عمل نداشته باشند، اینهاشم خیلی کم هستند. اکثر آدمهای عالم، اکثر آدمهای با علم همه وقت اونها فداکار می شوند، اونها جان فدا می شوند، اونها خدمتگار در حق اسلام و در حق مردمش می شوند. این از توصیه پیغمبر ما و شما، این از توصیه عزیزان ما و شما برای کسانی که باید که علم بیاموزند. پیغمبر خدا میگوید من اتی علی یوم لا ازداد فیه علما یقربون الله فلا بورک لی فی طلوع شمس ذلک اليوم. گفت اگر از من روز سپری شود، یک روز از من گذرد، من در همان روز علم زائد حاصل نکنم، یعنی یک علم نو را اگر از خود نکنم، پیغمبر خدا گفتند فلا بورک لی فی طلوع شمس ذلک اليوم، آن روز برای من روزی با برکات نیست، آن روز برای من روزی سعادتم نیست، روزی خوشبختیم نیست که اگر در همان روزی که برای من یک علم نو آموخته نشود، یک علم نو کشفیات نشود، برای من گفت آن روز روزی مبارک نیست. و جوانای عزیز، شما هم این شعار پیغمبر را در خطان جای کنید. هر روزی که شما اگر یک درسی نو، یک پیشروی نو، یک کشفیات نو اگر در علم شما پیدا نشود، شما هم تصور کنید که آن روز برای شما روزی سعادت نیست، روزی با برکات نیست. تاجیکان ما و شما چه دانشمندهای بزرگی داشتند.
امروزها میشنوی حیرت میمانی، گویا علم دنیوی برای مسلمان لازم نباشد. اینشا علم حکومتی میگویند یا اینشا علم کافری میگویند، اینشا علم اسلامی میگویند، حالانکه هر دو علم خداست. علم دنیاش هم علم خداست، علم اسلامیش هم علم خداست. از حساب همین پسماندگی ها ما بودیم که تمام آن درها و سخنهای بهترین مانه از قرآن دشمنهای اسلام گرفتن، از نام خودشان استفاده میبرند، در جهان نام خودشان بلند کردن. ما مسلمان ها گشتیم علم کافری است، علم حکومتی است. پلالتل های همه مملکت ها یک شوید، این شعار قرآن است، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این خدا میگوید، لیلی نمیگوید. همه برای یک کس برای همه. پیغمبر میگوید المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعض و بعضا. این سخن حبیب خداست، این سخن لیلی نیست. خوانید باز خوانید، سخن قرآن است. اقرا باسم ربک الذی خلق، سخن لیلی نیست. گرفتن استفاده میبرن مسلمان ها را از علم ما، افتخار خودشان در روی دنیا بلند میکنن. ما مسلمان ها چیکار کردیم؟ ما مسلمان ها حتی در طلب علم نیستیم. ما مسلمان ها فقط مال جمع میکنیم. دولت سامانیان 3 عالم انسیکلوپدیست برای ما و شما دادگی است. 3 عالم از سالهای 819 تا 1005 میلادی از دولت سامانیان 3 عالم انسیکلوپدیست، یعنی تمام علم های دنیا را میدانستگی. اینا کیا بودن؟ ابو ریحان بیرونی، این ابو علی ابن سینا، این ابو نصر فارابی بود. اینا پیشواهای ما و شما هستند که در عصرهای 9 تا 15 در تاریخ میگوید که در همین آسیای میانه 20 رصدخانه وجود داشت. 20 تا همون میکروسکوپ هایی که آسمان را نگاه میکنن و علم استرونومی میگویم، یعنی علم هیئت شناسی. 20 رصدخانه وجود داشت که در خوارزم ابو ریحان بیرونی حکمرانی میکرد. با این رصد خود، با این رصدخانه خود علم ستاره را می آموخت. محمد خوارزمیش باشد در عراقش بود، عمر خیام در اصفهان بود، توسی در شهر مرو بود، اولوغبک در شهر سمرقند بود. مسلمان های ماست کو. امروز ما را چی بلا شد که اینش علم حکومت، اینش علم کافری، اینش علم اسلامی. باید مسلمان رهبر باشد، باید آدمی نمازخوان طبیب باشد. ابو علی بن سینا طبیب در روی دنیا مشهور است. در عصرهای 16 دولت اروپا، دولتی که امروز مسلمان نمیخواهد زندگیشه، در عصرهای 16 از ابو علی بن سینا و ابوبکر رازی که رازیس گفته در اروپا مشهور است، از علم طب همینها استفاده می‌بردند تا امروز آموخته ایستادند. ما باشیم سینا را حکمی به کفر دادیم. اینا پیشرفتی ما و شما. فرزندی که الگبر میخوانی، این از محمد خوارزمی است. الگبر را وی کشفیات کرد. عمر خیام پدر کیمیا میگویم، پدر خیمیا. جدول مندله و اساس را عمر خیام کشفیات کرده بود. 400 سال پیش از نیوتن قانون جاذبه جسم ها را عمر خیام کشف کرده است. این را تاریخ میگوید که اونها گرفتن از نام ما و شما استفاده بردن. ما و شما نشسته پروای علم نداریم. یک ضرورت که شود بعد فریاد میکنیم از دولت‌های روسیه و از دولت‌های امریکا و از دولت‌های ایتالیا و آمده بعد راهی ما را ساز میکنن، بعد کسلی‌های ما را اونها تبابت میکنن. ما هم آدم هستیم که آخر
ما باید امروز اسراف ها را از بین گم کنیم، اسراف ها را نابود کنیم و فرزند تربیه کن. فرزند بر شرق شناس بخوانان، پرکرار بخوانان، میلیسه بخوانان، KGB بخوانان، طبیبش کن، راهسازش کن، علم رستنی ها را بیاموزش، تا که امروز تاجیکستان ما را همین تاجیکی ما و شما آباد کنه داخل. جوانایی که در این مسجد اشتراک داریم، من شخصا از شما در حالت راضی می شوم که اگر شما دانشکده های عالی خوانید، شما اگر اونیورسیته ها را خوانید و مرا در وقتی راه وقت سلام میدهین، من از شما پرسم کجا میخوانین، من مدینستون میخوانم، من در حق تو شب و روز والله که دعا میکنم. زیرا برای ما شما خیلی لازم هستین، برای فرزندای ما لازم هستین. پیغمبر خدا میگوید هلاک امتی من در دو چیز است. هلاک میشود امتی من در دو چیز. در چی؟ جمع المال و ترک العلم. در دو چیز امتی من هلاک شد. هلاک میشویم کدام وقت؟ وقتی علم را ترک میکنیم و مال جمع میکنیم، مال جمع میکنیم، دنیا جمع میکنیم. این حالت در ما و شما هلاک میشویم. گفتن حبیب خدا. حضرت ابو سعید خدری میگوید، حدیث صحیح است، جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، انا منبر نشستم پیغمبر، و جلسنا حوله، ما که اصحاب او بودیم، ما که جان فدا بودیم، ما که گوش کننده این معلمان بودیم، در اطرافش جمع شدیم. فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا و زینتها. حبیب خدا که با علم کرامات خود، معجزه خود، چی گفتن؟ گفتن ای دوستان من، گفتن زمانه می شود که شما به پیغمبر میمانید، من از بین شما میروم. حیات بر من ابدی نیست، لیکن از شما در یک کارتان خیلی میترسم، در یک عمل شما ای امتان من بسیار من ترسننده هستم. اصحاب گفتن از چی میترسی ای پیغمبری خدا؟ ما نماز میخوانیم، زکات میدهیم، روزه میگیریم، نماز 5 وقت در مسجد میخوانیم، از چی میترسی؟ رسول اکرم گفتن ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. این دروازه های سرسبز و خرم دنیا، این شیرینی مال، این شیرینی پول، این شیرینی طلا در دل شما جای میگیرد و شما از علم پروردگار و از یاد خدا دور میشوید. مال شما را گو هلاک میکند. مال داشتن گناه نیست، لیکن عشق به مال بستن امروز برادرای ما را نمیگذارد که جمعه خواند. برادرایی که مال دارند، این مال داشتن شرف نیست، این اسباب انجام خانه بهتر داشتن این شرف نیست. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خدا میگوید من مال، این پول، این دلار میدهم به هر کسی که میخواهم، خواه دوستش دارم خواه دوستش ندارم، مالش میتونم. ولكن یعطی الایمان من یحب. لیکن ایمان، علم کسی را میتونم که باید دوست میدارم. شرف انسان در ایمانداری است، در اسلامداری است، در آدمگری است، در علم داشتن است، نه در مال و نه در ملک. نه منعیم به مال از کسی بهتر است، خدا رحمت کند سعدی را. نه منعیم به مال از کسی بهتر است. خر اگر جیل اطلس بپوشد خر است. چه عزیزان ما و شما چه سخنهای بهترین گفتند. پیغمبر خدا را حدیثش است، علم ترک کردین و مال جمع کردین هلاک شدین.
ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خدای ما و شما نظر نمی کرده است در این جیلک های فسان ما، در این لباس های بهترین ما، در این جسدهای آلفته و سفید و تازه ما خدا نظر نمی کرده. ولا الی اموالکم، در مالها و در میلیونر بودن تو من نظر نمی کنم میگه، بلکه من نظر میکنم در علم تو، در عمل تو، در دل تو. اینها در ما نظر میکنیم. خدا رحمت کنه سعدی را میگه صورتت را چه کنم گرچه نداری سیرتی. صورتی تو را من چه کارش کنم؟ صورتت را چه کنم گرچه نداری سیرتی. کس با یک جو نخرد این صورتی به سیرتی. این صورتی که علم نداشته باشد، این صورتی که عمل نداشته باشد، این صورتی که در دلش ترس پروردگار نباشد، کس با یک جو نخرد این صورتی به سیرتی. این صورتی به سیرت یک جو قدر ندارد. یک جو، یک دانه جو. باید ما و شما امروز علم را از بالای مال دانیم. رسول اکرم گفتند تعیس عبد الدینار و درهم والقطیفه والخمیسه. هلاک شد گفت عبد الدرهم و دینار، بنده درهم و دینار. گفت پیغمبر تعیس به معنای هلاک شد، هلاک باد. کسی که بنده درهم شد، کسی بنده تنگه و طلا شد، وای هلاک شد. گفتند ان لكل امت فتنه و فتنه امتی المال. هر یک امت یک فتنه دارد و فتنه امت من، آزمایش امت من این در مال است. گفتند آزمایشتان میکند خداوند. خدا در قرآن میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. این در سوره والله اعلم، سوره تغابن است. خدا میگوید به درستی که مالهای شما، فرزندهای شما برای شما فتنه هستند و نزد پروردگارتان اجر عظیم است. میگردیم در سوره منافقون یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خدا میگوید ای کسانی که ایمان دارید و ایماندارها مراجعت دارد با کسانی که با هستی خدا باور دارند، به ما و شما لا تلهکم، شما را باز ندارد مالداریتان و فرزنداریتان از یاد پروردگارتان باز ندارد. شما را مالداریتان از طلب کردن علم باز ندارد. هر کسی را که مالداری او، فرزندداری او از علم و از ذکر خدا بازش داد، بازش که گذاشت، نگذاشتش که عبادت پروردگار کند، فاولئک هم الخاسرون. خدا گو اونها زیانکار هستند. برای ما و شما از مال و از فرزند دیده امروز اگرچه فرزند محبوب ما و شماست، اینجا مطلب از مفسرات دیگر چیز را بیان میکنند، لیکن من مقصد گفتارم در باب مال است که پیغمبر گفت که امتی من را هلاک میکند دو چیز. این چی است؟ این جمع مال و ترک علم. علم نمیخواند. مرده را بران سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. اون جسدی که از ما و شما را در قبر گذاشتند، قد این جان از بالای قبر نظر میکرده است. این جانی که چند سال در وجود ما بود چی میگفته است؟ می نگفته است ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. چه حالته، چه روزی وزنینه، چه روزی تاریکه برای من برپا کردی و برای جسد خودت برپا کردی. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بود از مال و جفت
نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ چی میگویی الحال؟ سحر که از خوابت بیدار میشیدی در فکر تعلیم فرزندت نبود، بار تو دفتری فرزند تفتیش هم نکردی، بال روزنامه وای نظرم کردگی نیستی کلی بچه من چند میگیرد، بال از معلمی او پرسان نکردی اخلاق فرزند من در مکتب چگونه است، دختری من در مکتب میخواند حیا دارد یا نه، باری هم پرسان نکردی. الحال نزد پروردگار چی جواب میگویی؟ مؤمن را که عقل در خویش است این چنین کار و بار در پیش است. حضرت میگه کسی که عقل داشته باشد، مؤمن ها کسی فراست داشته باشد، این حالت دیر ناگذشته میبیند. زود است که وی وارد قبر میشود، خداوند از مال و از اسباب و انجام از او پرسان میکند. شما علم را گیرید، همه اینها را صاحب میشوید اگر با شرطی که شما را خدا علم دهد، شما از علم برخوردار شوید. حضرت سلیمان وقتی در پیشش علم گذاشتند، مال گذاشتند، ملک گذاشتند، حضرت سلیمان علم را گرفت، بعد علم را گرفتن ملکم یافت، مالم یافت. جوانای عزیز باید با علم باشید، کار کنین، حرکت کنین. اگر پدر و مادر شما هم بی پروا باشد، شما بی پروا نباشید. لیکن پدرای عزیز و برادرایی که امروز مسئول هستید، کار کنین که فرزندای شما خواننده باشند، فرزنداتان بی سواد نباشند. شرط است که همین فقط فرزند ما و شما یا دکان داشته باشد، یا در راه ماشین شوید، یا یگان کاری که مثال برای او علم در کار نباشد، فقط در همون ما را وابسته کنیم. گذارید امروز فرزندها رفته در مکتبه های خوب خوانند، دور از خانه، بیرون از خانه باشند، خوانند، تعلیم گیرند، فردا آمده در محلش، در شهرش، در همین جمهوریش برای مردم فایده آور باشد. اسراف ها را کمتر کنین، اسراف های بیهوده را کم کنین و پول و مالتان کمی ذخیره کنین فقط برای فرزندهاتان. بعدا انشاءالله شما راحت فرزنده میبینید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چه قارون بگنج. گر حالی نیک خواهی فرزند را همیشه، آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. حضرت مولوی رومی خدا رحمت کند میگوید میخواهی که حالی نیک در تو دوچار شوی، میخواهی که در حالت پیرانسالیت راحت کنی، چکار کن فرزنده؟ آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. قرآن خوانش کن، مکتب خوانش کن، یک کسب را برای او چکار کن، بیاموزان. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. گفتم پیشه چی کاری خوبه؟ یعنی یک کسب را برای او آموز. در یک مکتب رفته خواند تا که صاحب کسب شود. وای صاحب کسب که شد، وای هم تو را میخوراند، هم فرزند و زن خود میخوراند. اگر وای تو از کسب برخوردار نکردی، وای بیچاره مجبور میشد میگوید که یک بیل یا یک کلنده گرفته و بعد خانه به خانه سراغ کنه در کجاست، خدمتگار برای کی در کار است. چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خرچه راند در کو در و پشته. حضرت گفتم وقتی مکتب خان که نشد و تو پدر و مادری بیرحمی که فقط پول اینا در فاتحه صرف کردی، در شبهای نکاح صرف کردی، در ارتیس های قیمت صرف کردی، در رقاصه ها صرف کردی، در مرده ها را خراجات های بیهوده صرف کردی، تو پدری بیرحم گفت الله که فرزند پادبان کردی. این از حساب تو شد. اگر تو در این راه ها پول صرف نمی کردی و جمع میکردی برای ذخیره فرزندت، امروز تو در یک حال خیلی نیکی می افتیدی. درباره علم افضل است یا مال، اینجا قصه هست در این کتاب
حدیث عصفوری شاید وقتی ما اگر تنگی کند یعنی علم افضل است یا مال، جواب این از زبان حضرت علی من بر شما می رسانیدم. بسیار یک حکایه شیرینی هست که آیا مال افضل است یا علم، از بس که وقت به این حکایه نمی رساند، زیرا اینجا 10 سوالی هست که به حضرت علی دادند وقتی که حبیب خدا گفت انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم و دروازه شهر حضرت علی هست. وقتی این سخن از زبان حبیب خدا که برآمد، تمام خوارج، تمام رویه های باطله برای سنجیدن سخن حبیب خدا که وی شهر علم باشد و علی دروازه اون شهر، حضرت علی را امتحانگیری آمدند و از او سؤال کردن. انشاءالله من این جمعه آینده خدا خواسته باشد بسیاری از موعظه های ما باقی ماند. درباره احترام عالم من سخنی نگفتم تا حال. انشاءالله احترام عالم ها را با همراه این حکایه‌ای که در این کتاب موجود است من به سمع شما میرسانم. فقط از همه شما الحال، یعنی انسان هر یک فرصتش غنیمت است. تا جمعه آینده ما زنده هستیم یا نیستیم، فقط از همه شما که اکثرا مسجد ما را جوانها زینت میدهد و از مسجد انشاءالله جوانها نشء و نما می‌یابند، از مسجد بهترین اخلاق و تربیه را برخوردار میشوند. از مسجد آمدن جوان هیچ کمبودی در هیچ اطراف رخ نمیدهد، بلکه انشاءالله بهبودی در عمر این جوان، در علم این جوان پیدا می شود. از این خاطر به این جوانها من همت مراجعت میکنم که بسیار در علمهای الحال که شما مکتب خان هستین، در مکتب هاتون خیلی فعال باشین، یک نمونه باشین، چه از جهت لباس پوشیتان، چه از جهت اخلاقتان با اون دخترهایی که در پهلوی شما نشستن، همصنف شما هستن، با آنها با نیتهای بد نگاه نکنین و تمام میل خواهشی خودتان به سوی آنها روان نکنین، زیرا آنها خواهرای شما هستند و خواهری تو اپای تو در دیگر صنفی خواند. اگر یک رفیقی تو و یک گپ دهد یا گپ پرتاید، تو چگونه این حس میکنی؟ تصور کن که وی خواهری وی است. یعنی از این فکرها شما خالی باشین و تمام خیال خودت، تمام حرکت فقط برای گرفتن علم حواله کن، تا که مثل ابو علی ابن سینا شوی، تا که مثل ابو ریحان بیرونی شوی، تا که مثل ابو نصر فارابی شوی که در نام تو در تاریخ بگذارد. ما و شما از دنیا میگذریم، لیکن نامهای کسانی که خدمت کردن انشاءالله باقی در تاریخ میمانند که فلانی گفته امروز ابو ریحان بیرونی نیست، لیکن نامش در مسجد ما صدا میدهد. امروز عمر خیام وجود ندارد، لیکن تعریفش در بین مردم ما وجود دارد. برای آن که نام ما و شما باقی ماند، باید که ما چیکار کنیم؟ باید با علم شویم. رسول اکرم میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی آدم از دنیا میگذرد، یعنی در قبر وقتی میبرن ما و شما را میگذارن، 3 عمل ما و شما در روی دنیا میمانده است. در بین این قوم جمع ما و شما 3 عمل ما میمانده است. مبادا من جمعه آینده نباشم، این خدا میداند، لیکن سخن من، موعظه های من، مهنت های من از یاد شما دور نمی رود. زیرا رسول اکرم چی بگد بین؟ یکم میگد صدقت جاریت، یکم شخص در قبر اگر خواب باشد نامش در دنیا کورک کرده نمی شود، خط زده نمی شود. شخصی که اگر صدقه جاریه کرده باشد. صدقه جاریه را من برای شما گفته بودم، چی مسجد ساختن باشد، چی راه ساختن باشد، چی کوپرک ساختن باشد،
چی مکتب بنا کردن باشد، چی آب کشیدن باشد، چی گاز کشیدن باشد، اینا همش صدقه های جاریه هستند، نامش باقی میماند است. و تا وقت این دکانش یا مسجدش یا راهش تا وقتی که هست در نامه اعمال وی نویساندن می شود. هر روز اگر ما یک سطل آب از آب کشیدگی او گیریم، ثواب این یک سطل آب خداوند در نامه اعمال اون بنده می نویسد. اگرچه وی خواب است، جسد وی می پوسد، لیکن روحی وی زنده است. دوم کی است؟ او علم ینتفع به. این حدیث پیغمبر بینید، کسی که در دنیا علم آموختند، کسی در دنیا علم داشت، کسی در دنیا یک دانشکده عالی و یا مدرسه های اسلامی را انجام داد، ختم کرد، نام این کس گفت پیغمبر خدا در روی دنیا باقی میماند و ثواب عملهاش در نامه اعمالش تا روز قیامت نویسانده می شود، تا روز قیامت. سوم او ولد صالح یدعو له. پیغمبر گفت سیوم نفری که نامه اعمالش کشاده میماند همان پدر و مادری هست که فرزند صالح را در دنیا میگذارد. یک فرزند دکتر، یک فرزند میلیسه، یک فرزند بگیم در یک اداره های بی خطری، یک فرزند داملا در روی دنیا میماند و میگذرد تا وقت این فرزند که خدمترسان جمعیت است در نامه اعمال این پدر و مادر ثواب کرده این فرزند نویسانده می شود. بسیار خوب می شود. این گونه یادگار از پس خودمان گذاریم. شاید که در دنیا گناه های زیاد کرده باشیم و این عمل های کرده باشیم، شاید که این برای ما و شما نجات نشود و همین فرزندی که گذاشتیم شاید همین دستگیری ما و شما شود. این خدا می داند. از این خاطر موی سفیدهایی که نبیره ها داریم، برای تکمیل علم آنها، برای آموختن علم، برای آنها دائم کوشش صرف کنیم. مال مبتلا فقط در راه حاصل کردن علم. امروز الحمدلله که استقلالیت در دست ماست، این نعمت کلان است. ما و شما دیگر مطیع هیچ دولتی نیستیم. امروز الحمدلله مثال یک رهبر بهترین داریم که برای بهبودی کردن جمهوری ما، برای تکمیل یافتن علم ما و شما همه شرایط آماده است، فقط بخوانید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار مهربان، ما جمله بندگانت را اهل علم بگردان و خدای مهربان ما را و فرزندهای ما را خواننده بگردان و خدایا از علمهای اسلامی و علمهای اخروی ما را و فرزندهای ما را برخوردار بگردان و خدایا چنان علم برای ما نصیب بگردان که فقط برای اسلام و برای آباد کردن جامعه باشد، نه برای حیله و نیرنگ، نه برای سوء استفاده از این علم باشد. و خدایا ما را و فرزندهای ما را اهل هدایت بگردان و تمام آن بندگانی که از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه آمدند، خدایا در قدمهاشان حسانت کتابت بفرما. یک برادر از ما دعا طلب کردند که سفر دارند، خدایا سفری با برار و بی خطر نصیبشان بگرداند. و یک بیماری دیگر بوده است، از ما طلب کردند، خدای مهربان اون بیماری را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. علیکم داملای محترم، من استقامت کننده دهه حکیم آباد خواجگی میر سید علی حمدانی گدای سهراب که سلامتیم کمی ناخوب است، از شما خواهش میکنم که در حق من دعا نمایید و این مبلغ ناچیز را در ساختمان مسجد صرف نمایید. با احترام گدایو. خدای مهربان این بنده ای که خیر احسان کرده است با امید شفا، پروردگارا به حرمت و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، شفای کامل خدا نصیب روزیش بگردان. اینجا برادرایی که یاردمها کردن، برادرمان عبدالغفار در بازار هستند گوش فروش، برادرمان علی جان، بابای حاجی ولیمت، اکا یوسف،
اکای امیرخان، بابای حاجی یوسف جان، اکای صلاح الدین، اکرام، همه کارگرهایی که راهسازی کرده ایستادن. بسیار بچهای تاجیک خدمت همینجا اسفالت ها دادن، ما اطراف این مسجد اسفالت کردیم. برادر حاجی نعمت، حاجی ارگش فرزندشون الحال باز از ما دعا طلب کردن و استا غیرت. اینا کسانی هستند که سهمگذاری کردن در مسجد، خدمت‌ها کردن در همین آبادی مسجد. و از تمام اون برادرایی که امروز شرایط داشته باشین از یاردم دور نباشین، یعنی همت کمک کنین. انشاءالله همین آبادی هم مسجد است، هم آبادی شهر ما و شماست. ما و شما به نزدیکی 2700 سالگی کلاه به جشن میگیریم. ماهای به شمار مانده است. 12 ماه آبادانی رئیس جمهور اعلان کردگیند. این هم در یکی از اون ساختمان ها داخل می شود. هم این طرف فایده دارد، هم در طرفی که مثال ما و شما از برف و از باران نجات می یابیم. بسیار نیک می شود. یک صدقه جاریه در حق جان شما می شود. از یاردم دور نباشین. امروز ما احتیاج به کمک داریم. برای همه کسا دستگیری کنین. انشاءالله این ساختمان هم در این پهلو می شود، هم در این پهلو می شود. قریب برای 4-5 هزار نفر آدم جای تیار کرده می شود. و انشاءالله فرزندان ما و شما میاد از این صحبت ها برخوردار می شود. یعنی فایده ما و شماست. هم فایده دنیوی دارد، هم فایده اخروی دارد. خداوند جمله این بندگانی که الحال نام اونها خوانده شد، خدای در نامه اعمالشان ثواب این نیکی هاشان، ثواب این حسنات و صدقاتشان کتابت کنی و هر مرادهایی که دارن خدا با فضل خودت حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. برادرانی که در این مسجد سهمگذار هستند و این مسجد برای ما و شما بنا کردند،